کسانی که زبان مادریش داری شبیه رو ماتی زبان شبیه رو فکر کنن که مثلا زبان رسمی باعث بید که نی زبان شبیه برود یا از دست برود. گو الله پاکی ناماد. سلام و درود و درابات بادتان. مروتی ما را یک مهمانی هستیم. یه مهمان میں رئیس خانه اعزاب هستیم. بانو سلام علیکم. وحشیت که می برنامه. سلام علیکم. منم شما را سلام و درود باد گوشین. په شما و تمام مشمع مخاطبان انشالله که سلامت ببید. بانو پتر فهم گندوکم پایگاه رسانی میارجر لیگا معرفی بکنید. شما من سرمستر خانه احزاب معرفی کرده. این علاقمندی های سیاسی هست ولی و وظیفه شهروندی که انجام ده من یک کاری هستی، ولی در واقع من معلم هستم، معلم دانشگاه هستم، در دانشگاه تدریس کنین، آموزش دهیم. بانو ماتی زبان نقش و جایگاه و دیم روی چطور کنی که بلوچستان گنده تا؟ زبان اساس آموزش و آموزش اساس همه دیم روی و وقتی که یک زگ که مدرسه روتن بتی ماتی زبان آموزش نگندید قطعا پیشرفت لازمه در تحصیلات ندارید، در یادگیری وانگ و نوشتن ندارید. خب ایشم که پایه یک ریشه ها و علل علمی دارید در دنیا. کسانی که پژوهش کرتگن آمون نتیجه پژوهش نشان داده که وقتی که یک زگ 4 سال 5 سال وقتی ماتی زبانا بردند، بعد ایشه یه مدرسه وقتی که وارد مدرسه بید ارتباطی آی ماتی زبانا قطع بید و به زبان وانید و نویسید که اصلا گوشی آشنا نبوده، یعنی اصلا نوشکتگید، خب قطعا ناکام بید و موفقیت لازم به دست نیارید. و علاوه بر ایشی یک سری مشکلات روانی هم دچار بید، مثلا احترام به نفسی دچار مشکل بید، آسیب گندید و اعتماد به نفس نداری، یعنی وطرا نتوان قبول داشته بی وطی توانایی نتوان پیدا بکن و در نتیجه موفق نینده. و اگر بلوتینش را حل بکنین باید بیاین اساسی کار انجام بدین، یعنی که یک مدارسانی توکا دانش آموزانی ماتی زبان هم حتما هور کنین، حتما آموزش بدین، ادبیات آموزش بدین، ضمن ای که آموزش زبان فارسی هم هست، یعنی فارسی زبان که مشمع رسمی زبان هستی هم باید در کنار این زبان آموزش دیسته بید که هر دو زبان یاد بگیرن و کم کم رشد کنن. بانو خوشروی عزیز ما رو بگشتن که چشمه دیدن که امنوگی بعدا زبان بلوچی اسم و جایگاه کجایند؟ هنوگی بعدا ما توضیح دادم ما توانیم فقط خبر کنیم به زبان بلوچی یا مخصوصا در ایران نوشیم، حالا شاید مثلا در پاکستان وانن نویسن، ولی ایران توکا مش ما بلوچان فقط گیشتر آگوشینا گیشتر تحصیل کرده های مثل من و مثل شما این فقط توانن خبر کنن. وانک خیلی کم منته، خیلی کمه، یعنی واقعا ضعیفه مش ما در این زمینه. ولی از نظر فرهنگی حالا دیگه مسائل فرهنگی مثل پوشش و نمیدونم موسیقی و ایشان خیلی خوبه، ولی اگر زبان ها هم تقویت کنه میشه ماتی زبان ها هم تقویت کنن که زگان بتوانن بوانن تو بلکن به زبان بلوچی
گره توانیم گوشن که ما دارن پیشروی کنین یا دیمروی کنین در جامعه. بانو چه پترانی هستند پامه محصولان که یه مشکل حل بکنند پامه گواندوکین چوکو نونه حالا دری واره پامارا گشته باشه. تنها توصیه‌ای که من توانیم کنیم به مسئولان عزیز یه چنده که مشمع قانون اساسی توکا یه ظرفیت و یه توانایی و یه امکان هستی که کمک کنن حل کنن مشکلات مثلا این زگانه که در واقع گوشن کودکان دو زبانه که ما اصلا در ایران بنا به تعریف که در سازمان یونسکو بوده اصلا کودک دو زبانه واقعی نداریم. ما تمام تک زبانه هر که بودی ماتی زبانه ها برکن فهمی دلیل مشکل دارن تی اصلایتی که خب زبان فارسی که را که مشمه زبان به اصطلاح رسمیه ادبیات زبانهای قومی هم آزادن که آموزش داده بیان. خب این مشمه دستا پاچشته دیگه یعنی نظام و حاکمیت احترام به اقوام رو در نظر گرفتگن که یک مؤلفه برای همبستگی بین اقوام و همبستگی ملی هستید. پس بیاین شیشی استفاده بکنین و هنچو که ما دیگه زبان ندارن آموزش ده مثل زبان عربی ولی خب دیر آموزش ده مثل زبان انگلیسی بیاین شما همه اولا زبان بلوچی یا مثلا زبان کردی ادبیات هم آموزش بدین یاد بدین به هردن زگان که نه تنها وانگو نویسگا یاد بگیرن بلکه او تی ارتباط عاطفی هم گوتی ماتی زبانا هم برقرار کنن یعنی شبین مرا ارتباط عاطفی و در نتیجه این دو زبانه واقعی بیان و دو زبانه های واقعی خیلی باهوشن طبق پژوهش ها و خلاقن و شاید دو نیم کره مغز استفاده کنن به همین دلیل باهوشتر شدگ زگان هستن و یک نعمتی تماشوانه یک نعمتی که خداوند داده به ایران که اقوام بازین در ایران زندگی کنن و این نعمت باید استفاده کنن در راستای همه دمروگی جامعه مشما و این خیلی کار راحته. کمیسیون آموزش مجلس توانی تصمیم بگی که ایش را اجرایی بکنن آموزش ادبیات زبانهای قومی یا زبانهای اقوام و یا مشمع ماتی زبان مدارس توکا شما ابتدا معتقدم و یا پژوهش ها هم مشخص کردن که هر چند تا زبان هردی ها توانه زگا یاد بده نه یک زبان نه دو زبان. کسی که دو زبان یادگید 3 زبان و 4 زبان هم به راحتی یادگید و این مشکل حل بیتن ضمن که همبستگی ایجاد بید. و یک چیز دیگه هم مایده بگوشین لازم هستی شما هرچی که به زبانهای مادری کم توجهی بکنم و از زبان شبین بروان کم کم کسانی که زبان مادریش داری شبین رو ماتی زبان شبین رو فکر کنن که مثلا از زبان رسمی باعث بید که نی زبان شبین برود یا از دست برود نادیده گرفته بید در نتیجه نسبت به آیی احساس تنفر کن. خب ولی اگر ما آموزش بدهیم و تعامل بین زبان فارسی و زبانهای قومی یا ماتی زبانان ایران ایجاد بکنین به جای احساس تنفر همبستگی عشق علاقه ایجاد بید و ما توانیم مشکل رو باید حل بکنین یک جامعه توسعه یافته داشته بین انشالله.
انشالله که ما بتونیم زبان بلوچی که مهماتی زبان حفظی بکنیم. همانطور که سازمان یونسکو گوشته که کسی که اگر وقتی ماتی زبان هم لکت بکنت و نه نوشت کوتی بکنت نه واند کوتی بکنت یک بی سوادی به تمام معنی. بانو باز منتوارم که می برنامه یاته و درود گوشم پیش شما. منم منتوارم که شما منا لوتت دعوت کردید که در خدمت شما بین و در تمام مواردی که من گشتم من حاضرم کمک کنیم که این مشکل حل ببیتن، مسئله حل ببیتن. سلام. منتوارم چه گندوکان پایگاه اطلاع رسانی میار جلی که گمارا برو همراه بده. الله میار رو با اوت باته.